دقیقه سایل اونجا بشه یک دقیقه اینجا بشه این بر بشه بشخی بر خویی بگی بالا پا خونه گرم خب بنده بالا پا خونه گرم بشخی بر کن دو کلمه تو کار داره کسی صدامو نشنه بشخی این بر بشخی کسی صدامو نشنه بینه خب بشخی نه خب اگه چی میگه من تو نمیخورم خب بشخی دیگه باشه من کجی رو بگم بره بالا بام کجی جو یک دقیقه شما بریم بالا بام کمک کار خصوصی دارم تو اینجا همین دفتر خودتونه پینا خوروا کن تو این دفتر خودتون تو غلطی میکنی از دفتر چیز مرتضا تا به اینجا کمپیوتر که بوسخ سایل از پیش خوروا کن ده کدوم گابزی به شرط دروغ نگی همین تنیم که معف بدن ما میلرزه برنامه دفتر مرتضا گم شد گفتی نوشته نکردم عیاد مرفت آقای سادات گفت فلان و بهمدان بالاخره کار نداریم در کمپیوتر عدالو گفتن خراب یا خوب یا بسوخت یا خراب شد یا نشده خود کار نداریم کمپیوتر اینجا چیز شد گفتم یک فایل اما گزارش ها که تو ما و مرتضی سید من نرفتیم نمی دیار سب کردیم من گروه اونا پاک شد بالاخره به تو خلاصه بگو سر تو به درد نمیاره وقت تو نمیگیره میتر راست خور بگو که تو آقای سادات تا با حال از این دفتر چند تا برنامه دزدی کرده نخند به مسائل نخند تو مثل برار خود میجگاه دوست دارم مثل برار مکار میکنی با چه خاله ما هستی تا حال غیر از سر سانه با تو یک کلمه گپی نگفتم تو مگر همینجا موزا فکر کنی هموزا بفهمی که همین بایی به شما کی گفت؟ همین تا آدم دقیقه دارم که 35 دانه برنامه شما 2 نفر دزدی کرده اینا اشته بیده چی رقم بیده خدا آقای سادات اشته سختی نه نمیفهمم نیه دیگه تو هر چیزی به رخشندی فکر میکنی نمیفهمم راست خور بگو نمیفهمم تو چرا این کار کردی؟ آقای سادات به تو چی گفتن؟ ما این کار اصلا نکردم میگم شما که ما دوز میگیم دوز بگیریم این دوز نیه شما 2 نفره خب میگم اگه ما دوز میگیریم و خودی آقا سادات کار نه خود همین آقای سادات همین برنامه رو با کجا کانال میزنیم شما؟ به کی میفروشیم؟ امی شطور دوزی با پشخامو شده؟ نه خود شما میگیم نه در حد راست خود بگو چند تا برنامه ای بری برکت ما هیچی تو کار نکن اگر دوز میگیریم بالا به حساب میکنیم خیلی این برنامه خودم حساب کنیم خب حالا اگه شما که ما دوز میگیریم خیلی هوشیاری انا نبفهمیدم پس من از امون روز باید دوز گرفتیم دوزی نیه تو همون برنامه که اینجا پاک شده خیلی ارزش نداره خاطر همون شما میگم ما دوز گرفتیم دیگه با خدا پوله به خاطر از اون نمیگم خود که نمیگن همون شاید کلمات داشته باشه کرامات داشته اون رو خدای پاک میفهمه و ما تو نمیفهمیم حالا شما روز میگفتید که ببین چقدر قسم بخور که این کار نکردی من این کار میگم من نمیگم که تو برنامه زیارت پاک کردی اون راه داری الکو ولی اگه من صحبت از او به خود تو از او صحبت بکنم من صحبت من از اینه که 35 دونه برنامه بیشتره یا کمتره برنامه‌ای که یا تو هستی بعضی موقع میگم نوشته که تو اینجا میگرفتی قلمک میکردی حالا بچه چه کار فلان با اینجا آقای سادات هم میگه سایت چرا ایت نوشته کردی برنامه
همونجا سعی کنیم کامه چند دونه کامه همونجا سعی کنیم ما میتونم برنامه‌ای که یک روز به تو گفتم سایل اینجا چه چند تا نوشته نکردی گفتی والله نمیفهمم دمی که شماره کردیم به دفتر مرتضی به خدا من غیر از یک روز که نوشته نکردم دیگر روز که نوشتم نکردم اینجا بیشتر بود اینجا کم بود من به تو نیکی کردم من تو هم اینجا چیز تو منتها و تو یک کلمه خلاصه بگم ما آقای سادات را صحبت کردن خیلی رحمت رخصت میکنم و چجور به تا دفتری که غلطی شد من دیگه سیکو که به تو به سید احمد با آقای سادات فریدین بولار مونه به کجیر بیچاره کالی نو آمده به هیچ به نیومت دیگه اعتماد نمیبینم ما هم میفهمم دیگه بالا ما اعتماد بینیم بالا تو اصلا بالا بر سر سوزن اعتماد دیگه نمیبینم تو دوزی به تو یک کلمه خلاصه بگم تو دوزی همون برنامه که خالی از کی دادی همون برنامه که گم شده بودی که تو نگفتی بدی با آقای سادات که برنامه برار که لپتاپی داره برنامه رو بگیریم ایور کنیم برامه کی گفته به شما همین صدا بیاره شما بیا صدا نی ولاد صدا باشه کی گفت من از این کامپیوتر بیاد کردم نه صدا نیه مسئله صدا نیه مسئله از این تو نگفتی بدی برار کامپیوتر داره نه به خونه خوب نه ها نه خب ما کار نداریم حالی آقای سادات برده تو بردی حالا شما این تگاه بمیگم بس حالا با قصه خود نمیخوانه خوشتم امروز زیارت کمار امروز زیارت خیلی آدم بالا یعنی بزرگواریه که این برنامه خدایی قدرت خدا که اتک کنه نمیگم من یک برنامه من نمیگم که امو برنامه قدرت خدا که اتک کنه گم شده امو کمر ما بزنه که روز دفتر بدر نشم خدا نکنه سی جز قرآن یک دل برنامه شما برنامه دست با خدا برنامه برو زیارت نمیگم از اون دفتر مرتضی میگم من چیز نکو برنامه که کامپیوتر گفتن یک فایل بسوخته آقای رسا گفتن یک فایل بسوخته تو فلانی خان اونا رو اول وردشته بودیم اینا رو به خود جاسازی کردیم اینا رو میبریم میفروشیم پول با تو علاوه کی بفروختیم من چی میفهمم همون برنامه شما با کجا هست همون برنامه حتی یوتیوب بدل کنیم سمیت خبر دارم من لیست روز اول میته که فکر نکردم 35 دونه برنامه کم حال من اصلا میپرسون که اینا تو آقای سادات به کی دادیم دیوم ازی که به کسی ندادیم اینا چی هدف داریم چه دوزی میکنیم با آدم که خیلی رحمت صحبت کردم من یک ساعت این تلفن من بردسته که یک ساعت خودی خیلی رحمت صحبت میکنم خیلی رحمت به ما گفته بیا تمام برنامه تو ریدیت میکنم فیلمبردار همون مصطفی مسیح توکه که به طور نمیدونم ما بلند دیدش امر به تو دی میکنم به روزی که من رفتم من بیکار بدم کار نداشتم میرم صبر میکنم بیا مقبول مرتب بلند برنامه بلند به تو ادیت میکنم بده 5000 پیغام بده تو رو هم رخصت میکنم بگیر هم رخصت نمیکنم اما لازمی دفتر تو طلب داری 5 ریپه به خدا به تو نمیدم دهن دندون تو رو میدا میکنم تو رو میبرم درس را شما بگیر شوخی به تو نمیگم خب شوخی من کی شوخی گفتم همین گپ چه به دفتر مرتضی نگفتین کجا به دفتر مرتضی که هم گم شده چرا نمیگفتین که من او تا فکر نکردم من سیکو اون جلو من میگفتم میگفتم تو نگفتم که می 100 و چند دونه برنامه ثبت کردین که تو شماره کردی آقای سادات میگه 109 تا تو میگی 100 تا من میگم 116 تا ما همیشه با خودم اینجا که بود خودشو بالا کردم راست خود بگو چی کردی خودشو برنامه بالا کردیم اینجا بالا کار داره راست خود بگو برنامه چی با خودم اون زیاد آقای سادات قسم نخوری دیگه دام نام قسم من به خدا نه الان برنامه گم شده گفتن قسم بخور به خدا قسم نخوردم چون من برنامه نه قایم کرده بودم نه برداشته بودم قدرت خدای پاک که تک کامره گم من کار ندارم من به تو برنامه زیارتی که پاک شد نمیگم خب من همین میگم هم برام میره موتر میزنه نه من نمیگم من شما که برنامه مرتضی به دفتر مرتضی برنامه گم شده حالا به آقا همین 116 تا ما تو شماره کردیم چرا آقا صدا میگه 109 تاه خب من خودش گفتی میتونه خودش ما بالا نرفت تو خدا با خدا باور نکنه خودش ما بالا آقا صادق به تو تا حالا چی گفته از این حساب همین برنامه به من خدا آن به من آقا حساب این برنامه که بسوخته تا دیشته شده یعنی برنامه ور دیشته شده راست خور والا به تو میگم راست خور بگو تا کوینا تاش از این دیگه تو رو میگه فرش زنی میکنم من سر روی تو میزنم دیگه تو بزی دفتر بعد 100 کار نکردی تو یک کلمه خلاصه بگو من روز اول خوب
همیته به تو اطمینان داشتم، همیته اطمینان داشتم که خدای و راستی به سر مادر برار خود اطمینان نداشتم. به تو اطمینان نداشتم، اطمینان داشتم. به شما اطمینان کردم، چیکار کردم؟ سایکو تو غلطی. تو دوزی کردی. آقای سادات تمام رخصت امروز کو بیا از وی نمیآید چهارشنبه. آقای سادات رخصت میکنه که بره برات کار خو. تو هم به دنبال از گردن هم بند بشه سوال لازمی چیشاتو امی عشق نرزه خون برزه 5 روپیه به تو نمیدم. برنامه به پیش ارزش نداره. با فوق 5 روز دیگه وقت خود میگیریم و صبر میکنیم. اما ما با تو خیلی سعی میکردم، خیلی اعتماد داشتم به تو آقای سادات. یوتیوب قرآن بیارن دست میگم اگه دفتر و یک برنامه شما از اینجا بدر کرده باشم امروز زیاد من کمال نکردی. با خدا و قرآن اگه میگم با خدا نکردی. امروز اینجا یک شوخی بکنم. تو نمیتونی بیرو کنی برنامه. خب میگم اونجا یک شوخی بکنم. تو نکردی. برنامه عزیزمه. یک شوخی بکنم آقای اقصا گفتم کالا به سوال شما بیاد میگه برنامه شما هم اونایی که خرابم شده اونا شما دوست دارید. تو قسم تو راسته. تو نمیتونی. سر جواب با خدا بس ایت بالای خو ما دزدی کردم میگم. خب انا تو رو نمیزنم، انا نمیزنم، من اینجا به تو غرضم نمیگیرم، کار ندارم. این سه ساکتر بعدشون که به سر تو میده کنم، کار ندارم. برو با برار خوب و مادر خوب خدا بیامرزه پیرک تو برارا دیگه خوب هر کس که میگی بگو نعیم می پولا رو بگشتون نمیده اونا به ما زنگ میزنن چرا نمیدی؟ شما دیگه بالای اعتماد نشین با ما. نه شما برو. سایکوتو من دیگه گردن و من باشه قدم خودت همین تالار بگو به تامین دفتر بگذاری یا به سر برنامه پاتور میشکنم. آنه دیگه من توبه کنم. تو فهمیدی برنامه یک برنامه ارزش نداره که از این دفتر گمشه هر چیز از این دفتر میشه. می آقای رسا بگم اگه تو دیگه دیدی می آقای سادات اینجا کار کرد. نه خب می آقای رسا از این کار که سوخته شده از این برنامه ورداشته شده. امکان داره اول ورداشتیم گفتیم خب بگیم من خودم فهمیده کار ندارم. من یک ریف پولم از ما طلب نداری. طلبم اگه داری برو برنامه رو بیار ای اگه دو نوکرتون من برنامه پولات رو میدم من برنامه رو تو نگیری باور کنیه ای تو به 5 روپیه به دستتون میدم. خلاصه بمی خلاصه. ما تیریم بد کردن که ما دیگه به برار خو فریدیم شما تو برو موکول. وقتی برو بچی جان برو من اینا رو غیر کردم و بالا که گفتم که صدا ما با تو چیز نکنم یا که غیخ کشیدم تو از حساب من خراب کردی. بفهمیدی من به هیچ کس هم نمیگم. میگم اینا میرم به کابل میرم یا به کجا میرم یا به شهر میرم یا به ایران میرم میگم که خونه کج میرم به ایران. رفت ریاله میکنم برات کار خوب برو دیگه نه اینجا دیگه که وقتی خدای نکرده دیگه دل آزار میشه برو رات اینا پیش ما برو ما تیریم. وقتی ها هر دم هوردی راست خوب بگو به هیچ کس نمیگم. خب من با قرآن یه قسم نخور. خب من قسم میخوام قسم راستم. قسم نخور که من مای گریه گیره من. خب من راست میگم من قسم میگم که راست میگم. با خدا دست بری قرآن من خیر از امیر است که شما صدامو ثبت کرده بودید. لالا تو رو نمام چی میگی؟ برو برات کار خو. یک کلمه خلاصه برو برات کار خو برو. طلب کنه داری از من. به گریه میشه و من لیلا خود بشار میکنه. برو برات کار خو برو. خب برو دیگه من به تو کنم میگم آقای سادات اگه دیگه تو دیدی به تعلیم تو توف بنده. با شما میگم من برنامه غیر از امروز خودم برو بخونی خوب بگو برنامه بسخت چیز بگو من مسئولیت بدیش میبیده برنامه بسخته بالاخره تعاون دادم و چیکار فلان کردم. نه من به هم زده دفتر به هم زده برفته بلد کار خود. گیت بگو تا وقتی که آورده برنامه پولاتو میدم نبودی چی بیچی. سید من خب شما که غیر از این به خدا دیگه اگه دن همین گپ برنامه به دفتر موزه و بالا کداش با کمر بزنید درو. خدا نکنه ما روادار نیم تو جوانی. تو مثل برار خو اولاد خو میگه تو حالا به چه کار من ماست. شما که قسم میگید سید. سید توی مخفی بیدازیدم.